سلام، مهزیارم از ماراتون. به ماراتون AI خوش اومدید. یکی از مهمترین مشکلاتی که ما توی سایت داریم سرعت سایته. اما چجوری این مشکل برطرف میشه؟ گوگل یه ابزاری داده به اسم پیج اسپید اینسایت یا لایت اسپید. هر جفتشون میگه. ما میتونیم با استفاده از این ابزار مشکلات سایتمون رو در بیاریم. نمره‌ای که سایتمون میگیره رو حتی ببینیم. و خود این ابزار بهمون میگه که چه ارورهایی داریم، تو چه بخشای مشکلات داریم و بریم و اون مشکلات رو برطرف کنیم. اما یه مشکلی هست. مشکلی که داریم اینه که طبیعتاً باید آی پی اون عوض بشه. با آی پی ایران دسترسی نداریم. پس یا دی ان اس اون رو عوض می‌کنیم یا از ابزارهای تحریم شکن استفاده می‌کنیم. پس بریم توی سیستم تا ادامهش رو بهتون نشون بدم. و اما نکته‌ای که اینجا هست اینه که شاید هر کسی بلد نباشه با این ابزار کار کنه و هر کسی نتونه اون ارورهایی که به ما میده رو تحلیل کنه و بفهمه که این مشکل از کجاست و چی میگه اصلا اون ارور. پس ما چیکار میکنیم؟ میایم و از AI استفاده میکنیم تا تحلیل کنیم اون ارورها رو، تا بفهمیم که چی میگه و چه راه حل‌هایی داریم براش. پس بریم توی چت جی پی تی. البته قبلش باید تست رو حتما بگیریم توی لایت اسپید. اول لایت اسپید تست رو میگیریم و بعد میریم توی چت جی پی تی. ما اینجا یه سایتی داریم به اسم pagespeed.web.dev. این آدرس شما بزنید حتما باید آی پیتون عوض شده باشه یا دی ان اس بزنید که براتون بیاره. توی این باکس آدرس سایتتون رو میزنید که خودش آنالیز کنه. معمولا یه 2-3 دقیقه طول میکشه اگه فیلتر شکنتون خوب باشه. هر وقت که آماده شد میایم پایینتر. توی این قسمت همه ارورها رو به ما نشون میده. مثلا من اینجا اول بگم که نمره‌ای که این سایت داره روی نسخه موبایل میگیره 35. اف سی پیش 2 ثانیه است، ال سی پیش 6 و 9 خیلی بالاه. پس باید بهینه بشه. و توی فریم هاش هم اگه نگاه کنید 4 تا فریم اول اصلا سایت لود نشده و فریم های بعدی اون عکس اولیه‌ای که نباید لیزی لود بشه متاسفانه لیزی لود شده. پس باید این مشکلات برطرف بشه. اما حالا با اینا کاری نداریم. ما فرض رو برای میگیریم که 0-0 و نمیتونیم متوجه بشیم که این ارورها به ما چی میگن و چه جوری باید برطرفشون کنیم. اینجا میایم سراغ این ارورها. فونت دیسپلی رو داریم که معمولا توی سایت‌های المنتوری پیش میاد و یه تیکه کد داره که میتونم بهتون بدم توی دیسکریپشن و مشکلتون رو برطرف کنید باهاش. ولی بریم جلوتر ببینیم که چه جوری میشه. رندر بلاکینگ ریکوست معمولا یه سری ریکوستاییه که از سمت المنتور زیاد میاد. توی سایت‌های وردپرسی المنتوری زیاد هست. اینم بگم که روی این سایت هنوز پلاگین کشی نصب نشده. میتونید WP راکت رو نصب کنید، لایت اسپید کش رو نصب کنید اگر وب سرورتون لایت اسپیده. پس این نکته رو در نظر بگیرید. ولی معمولا بهترین نسخه همون WP راکته که روی همه وب سرورها هم کار میکنه. Please like and subscribe. Thank you. Let's get back to the video. بریم یکی از این ارورها رو بدیم به چت جی پی تی و بگیم که آقا اینو بیا برام تحلیل کن، بیا بگو مشکل چیه، راه حل بده خودت و بگو نسبت به سایت من که وردپرسی المنتور هم روش نصبه چی کار بکنم. میام اینجا ایمپروو ایمیج دلیوری رو برمی‌دارم میذارم روش که باز بشه. 395 کیلوبایته و حجم زیادی از عکس‌ها ما اینجا داریم که لود میشه. البته که خیلی از اینا اصلا نباید لود بشه تو این حالت اولیه، باید لیزی لود بشن که اونم با WP راکت، بریف ماترز یا لایت اسپید کش میتونیم فعالش کنیم و چون ما اینجا نداریم خیلی از عکس‌ها داره لود میشه. و بریم سراغ عکسی که اینجا داریم. من این عکس رو انتخاب میکنم. این عکسی که اول سایت من لود میشه، این عکسی که اینجا میبینید و مهمترین عکس این هیرو سکشن منه. پس بریم که این عکس رو ببینیم مشکلش چی بوده که اینجا به ما این ارور رو داده. من این قسمت رو اسکرین شات میگیرم، از اینجا میگیرم تا اینجا که کامل ارور بیفته. این اسکرین شات اومد اینجا، سیوش بکنم. میریم توی چت جی پی تی و اول عکس رو میذاریم تا این عکس لود بشه و اینجا پرامپتی که میخوایم رو مینویسیم. خیلی هم اونقدر مهم نیست که پرامپت رو چقدر طولانی کنید، چقدر بهش جزئیات بدید. صرفا ما میخوایم بگیم که از صفریم و اونقدر اصول پرامپت نویسی رو بلد نیستیم. ولی اگر توی پرامپت نویسی مشکل دارید حتما برید ویدیوی اول یوتیوب ما رو ببینید که داخلش کامل توضیح داده شده اصول پرامپت نویسی. خب اینجا عکس من آپلود شد. حالا پرامپتمو مینویسم توی سایت وردپرسی که المنتور هم داره. همچین اروری از لایت اسپید گوگل میگیرم. اول برام ارور رو تحلیل کن و بعد راه حل های رفع این ارور که به عکس های سایت مربوطه رو بهم بده. خب اول تحلیلش رو بگیم. تحلیل خطا
گفته که این ارور داره میگه که تصویری که گذاشتید اندازه‌ای رو داره نمایش میده که بیشتر از اون حجم مورد نیازه. یعنی اگر نگاه کنید ابعادش مثلا اینجا 1105 در 768 پیکسل بوده ولی باید 275 پیکسل در 191 پیکسل باشه، یعنی خیلی کوچیک‌تر. و اگر که این ابعاد رو ما تنظیم کنیم این مشکل حل میشه. توی راه حل‌های دیگه‌ش هم گفته که فرمتش رو مثلا اینجا میتونید تبدیل کنید به WebP یا AVIF که به WebP تبدیل کنید خیلی بهتره، چون AVIF هنوز یه سری از مرورگرا پشتیبانی نمیکنن. و راه حل دیگه‌ای که گفته با کد گفته میتونید این مشکل رو حل کنید. مکس فید میتونیم بهش بدیم که مشکلش هم حل بشه، ولی چون توی المنتور ما دسترسی نداریم پس بریم سراغ یه راه حل دیگه‌اش. گفته که لیزی لود رو فعال کنید و اولویتش هم بذارید روی های که اینم با پریف ماترز انجام میشه و میتونیم حالا تو ویدیوهای بعدی بریم سراغ پریف ماترز و راکت و تنظیمات بهینه‌سازی کاملش. در ماراتون رقابت باقی بمونید. لایک و ساب فراموش نشه. و حتی فشرده سازی اون عکسی که حجمش کمتر بشه و بازسازی تصاویر وردپرس بعد از تنظیم سایت‌ها که باید بریم توی وردپرس، توی المنتور و توی function.php و این کد رو بذاریم براش. ولی پیشنهاد خوبی که داد این بود که اون ابعادش رو تنظیم کنیم. چجوری حالا ابعاد رو تنظیم کنیم؟ میریم توی صفحمون، اول من ببینم که چه ابعادی رو برای این عکس در نظر داره. گفته که 344 در 344 پیکسل بشه. در حال حاضر 768 پیکسل در 768 پیکسله. پس بریم که ابعادش رو تنظیم کنیم. خب چون توی حالت موبایله، من توی حالت موبایل بازش کنم. خب اینجا رزولوشن تصویر رو میتونیم تغییر بدیم به اون عددی که گفته و حتی از تب استایل بیایم و اینجا خودمون دستی عرض و ارتفاع رو بهش بدیم. مثلا چقدر بود اینجا؟ 344. پس میایم اینجا بهش میگیم 344 پیکسل باش، عرضش ارتفاعش هم 344 و توی رزولوشن هم میتونید حتی تنظیم کنید براش که چه ابعادی رو اینجا برامون رندر بگیره. میایم و روی سفارشی میزنیم، عرض رو میدیم 344، ارتفاع 344. یه ذره عکس کشیده شد، میایم اینجا میذاریم روی پوشش یا کاور. خب انتشارش میدیم. یه نکته‌ای که هست، الان این روی حالت دسکتاپ هم تاثیر میذاره، یعنی عکس توی حالت دسکتاپ هم کیفیتش میاد پایین، ابعادش کوچیک میشه. و کار درست چیه؟ میتونید یه عکس دیگه برای حالت دسکتاپ بذارید و اونو هاید کنید توی حالت موبایل تا اینجوری دیگه اون ابعادی که تنظیم میکنید مشکل ساز نشه توی کیفیت تصویره. مثلا من اینجا چون رزولوشن تصویرمو ثبت کردم توی حالت دسکتاپ هم که برم همین رزولوشنه و نمیتونم تغییرش بدم و یه مشکلی که اینجا داریم. پس میتونید از این راه استفاده کنید اگر خواستید دسکتاپ هم بهینه کنید. من حالا این عکس رو اوکی کردم، سیوش رو زدم. بریم دوباره تست بگیریم از لایت اسپید. یه تب جدید دوباره باز کنیم. فعاله. خب آدرس سایت رو کپی کنم، بره برای آنالیز. احتمالاً 2-3 دقیقه طول میکشه، صبر میکنید تا تکمیل بشه. خب نتیجه اومد، یه ذره پرفورمنس رفت بالا، 56 شد، FCPA کمتر شد، ولی احتمالاً فقط به خاطر این عکس نیست. ایمپروو ایمیج رو میزنه و میبینید که دیگه توی اون نتایج اول این عکس من با این اسم نیستش، R111 که اینجا دیگه نیستش و مشکلش حل شده و می‌بینید که روی نمره اونم تاثیر گذاشته. بقیه عکس‌ها رو هم باید ما لیزی لود کنیم که مشکلش حل بشه، چون نباید مثلا 10 تا عکس رو لود کنه توی حالت اول. نهایت عکسی که اینجا باید لود کنه یه دونه اینه، یه دونه لوگومونه و یه دونه این متنه که من حالت عکس گذاشتم. پس 3 تا تصویر کلا و بقیه رو باید بریم توی WP راکت یا پریف ماترز یا لایت اسپید کش حالت لیزی لود رو فعال کنیم و حتما هم این 3 تا عکس بالا رو آدرسشون رو ورداریم و پریلودشون کنیم که لیزی لود نشن، چون تاثیر میذاره روی LCP سایتمون. پس اینم از آموزش امروزمون. میتونید بیاد از چت جی پی تی کمک بگیرید و ارورهای لایت اسپید سایت رو که به سرعت سایت مربوط میشه رو رفعش کنید و بهینه‌اش کنید. میایید اینجا میبینید که یهو 10 تا ارور میذاره. اصلا نترسید، هیچ جای نگرانی نیست. مثل من عکسش رو بگیرید ببرید توی چت جی پی تی و بهش بگید که تحلیل کن و راه حل بده با توجه به سیستمی که توی سایتتون دارید. اینم شد از آموزش امروزمون. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.